خدا خیرت بده آقای ایلونی. ما خیلی چی نخواندم، خیلی هم چی نونم، ولی او آخر فرمودیه که در کنار هم تو بیدارن کردن مردم تلاش کنیم. خدا خیرت بده. این مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخوند یگه حفظ کن منه اشتی صفا برم بچه هم این مردم رو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز و عبید زاکانی و ایرج میرزا ناره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کسی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزل ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه، مثل گل سرخی باید به وجود بیا. می آدم بی سوادیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیره چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که هر روزشون یک قرص خوابی آخوند داده به نام دعای روز یکشنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال قرص خواب مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همین تو ساده بگن ای خدا ای کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوش یه شیخی گرن که دعای صحیفه نونم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که اینه درکشون اینه میوتی ترین بیدار شو کنیم. هنوز مردمی که نونن خدا لریبه لده، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت ایکنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا اینقدر سوالش کم، شعورش کمه که فارسی نیفهمه. این مردم میترم بیدار کنم یا توی تری بیدار کنی. مردمی که هنین نونن خدا با قلبشو گپی زنه نه با زبونشون، تو میتریم بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنیگان بجل خمینی هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مایی بینن. تو چطوری تری مردم رو بیدار کنیم؟ پشت پرده حرف زدن ده گذاشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذاشت. باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگه که مذهب خرافاته، مذهب یه لایه‌ایه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایانا بود. مگر رومی، مگر مولانا، نه یا آخونده یا ملای سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که با شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش وابی؟ مولانا چو آبی؟ یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنیم. مردمی که هم مولانا قبول دارن هم شیخ فلان قومی قبول دارن، این مردم شخصیت پارادوکسه. این مردم نیمو شخصیت چون بباید شنن ویبو گپ بزنی که بیدار آمون نهایتش متهمت ای کنن و کفر، همینطوری که مولانا متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه او مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن، چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرف بزنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجن، شاید